برجانی 40 ساله سرپرستی خانواده اش را بر دوش دارد. ماهانه باید 1000 افغانی برای کرایه این خانه بپردازد. اما او نمیتواند این پول را بپردازد و در عوض لباسهای صاحب خانه اش را میشوید. برجانی میگوید جنگ ها آنان را با این همه ناگزیری ها دچار کرده است. ما اونجا خانه داشتیم. ما زمین نداشتیم و با دیگرها کار میکردیم. آن همه در همانجا ماند. نفر دیگری بر کار کردن نداشتیم. هزاران خانواده دیگر همانند برجانی با وضعیت همسان روبرو هستند. این خانواده ها از ولسوالی چوری و مناطق دیگر ارزگان به اینجا در گوشه شهر تیرینکوت آمدند. جنگ همه چیز را از اینها گرفته است و حال حتی نان خوردن را به مشکل به دست می آورند. نامش شاولی است. 60 سال سن دارد. از نچین منطقه مربوط به شهر تیرینکوت بیجا شده است. همه بود و نبود ما را خراب کردند. این همه خانه ها را ببین و برایم نشان بده که کدام خانه در اینجا جور مانده. همه چیز را خراب ساختند. بیجا شدگان از دولت و نهادهای کمک رسان خواستار کمک هستند. مقامات محلی ولایت ارزگان میگویند 8830 خانواده به علت جنگ ها در این ولایت بیجا شده اند. مردم بسیار در وضعیت بد قرار داره. اگر در این فصل زمستان برای اینا البسه زمستانی نرسه، سرپناه نرسن و مواد خوراکه نرسن، پول نقد نرسه، یک فاجعه انسانی به بار خواهد آمد. آنچه بیجا شدگان میخواهند کمک رسانی است و نیز تامین دوباره امنیت در مناطقشان و در کشور. برجانی نیز از طرفهای درگیر میخواهد تا به صلح تن دهند و از خشونت دست بکشند.